السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به خاطر چی الله پاک در سوره فلق گفت پناه ببر و پروردگار فلق که اون صبح دمیدن صبح میگن از شر اون چی که خلق کرده است. از 4 چیز الله پاک امر کرد نبی صلی الله علیه و که از 4 چیز پناه ببر. یکم از اون چیزی که الله خلق کرده است، یعنی که مخلوقات از شر اونها پناه بر که شر اونها به تو نرسد. دیم از شر تاریکی شب که هر وقت که داخل شود و تاریک شود. سیوم پناه بر از شر نفاثات. نفاثات فی العقد یعنی که همون جادوگرهایی که پوف میکنن دم میاندازن در گره ها. یعنی که سیوم این بود. و چهارم پناه بر از شر حسد برنده وقتی که حسد میبرد. درجه علما میگه که به خاطر چی الله پاک از این 4 چیز پناه بر میگه؟ چون که از ضرر، یعنی که وقتی از جانب مخلوقات میبینه انسان و فسادی در زمین میشود و سحر و حسد همشون از گناه های کبیره هستند که به انسان ها ضرر میرسونن به انسان مؤمن. یعنی که وقتی که تاریکی میشود در تاریکی تمام جن ها و تمام ضررها و دیگر چیزها برپا میشن. در شب به هم خاطر پیامبر که میسازن وقتی که شب خواب میکردن درهاشون و این چیزها رو بند میکردن. و دیگر که هست شر نفاثات که این سحرگرا هستند که امروز در دنیا فسادی کردیستن و فتنه ها و دروغ مردم فریب و حیله میکنن. و دیگر که هست حسد، وقتی انسان که حسد برد، حسد برنده دائم. حسد اصلا چی است؟ حسد هم رو میگن که یک نفر یک چیز یک نفر دیگر رو میبیند یا اینکه یک وظیفه یک نفر رو میبیند، میخواهد که همون چیز از دست اون برود و همون چیز این نفر دیگر داشته باشد. یعنی که من حسد کنم به یک نفر، همین خیال میکنم که میگم پروردگار او را همون چیزی که مال و ملک و چیزی که دارد و هستی و مثلا که دکانی که دارد از بین برود و همون چیز چوره همراه ما داشته باشه، میره حسد میگن. و همون خاطر که انسان حسد کرد کوشش میکنه اون یگام ضرر بدهد. به همین خاطر الله پاک گفت که از این چیزها پناه ببر. الله پاک دارد پناه میدهد. این تعلیم هست برای امت محمد صلی الله علیه و که از این چیزها پناه بردن بکار است که پروردگار بگیم ما را از شر مخلوقات پناه بده و از شر بگیم تاریکی وقتی که میدرد از اون پناه بده و از شر بگیم ساحرهایی که پوف میکنن در گره ها و کید حیله میکنن از اون پناه بده و دیگر از شر حسد برنده ها پناه بده. این تعلیم برای ما و شما هست. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.